و این کشت مواد مخدر که الان باب شده و این چند روز من در 2-3 تا مسیر رفتم، سبحان الله چقدر کشت خشخاش صورت گرفته و به هر حال کاشتن، مواد کاشتن، تریاک کاشتن. برادر عزیز من، این صحبت را من میکنم نه ای که تو راضی بشی نه تو ناراض بشی. خدایا گواه میگیرم این حرف را صرفاً به خاطر رضای الله میگم. هر که میخواد ناراض بشه ناراض بشه، الله ناراض نشه، رب ناراض نشه، ناراضگی دیگران برای من انشالله هیچ صدمه‌ای نخواهد رسید. الله ناراض نشه. عزیز من، کشت مواد مخدر هر چه میخواد باشه، به اجماع علما، به اجماع شریعت دین حرام و ناجایزه، نارواه. تو فکر میکنی مواد میکاری کیلوی 100 میلیون و 200 میلیون میدی که آقا خرج 1 سال ما در میاد. تو فکر این را نکردی که تو اگه از این مال حرام تغذیه بکنی خدای متعال تو را مریضی بده، مریضی بده که یک آمپولش قبل از جنگی که الان کشور ما در او درگیره، یک عزیزی در یک جایی آشنای با ما مریض احواله، گفت فلانی قبل از جنگ من بایستی آمپولی میزدم 64 میلیون تومان از آلمان باید می آوردنش. الان با وقوع این جنگ این آمپول نزدیک 200 میلیون تومان شده. 200 میلیون تومان یک آمپول. آیا از این نمی ترسید که خداوند به این بلا گرفتارتون بکنه؟ چرا من همیشه به شما میگم هرگز در مقابل حکم خدا قد علم نکنید؟ به خاطر رضای نفس. زندگی دنیا، آیا زندگی دنیا ارزش داره که پایان کار در به در دنبال آمپول بگرده گیرت نیاد و ذره ذره آب بشی و با زجر از دنیا بمیری؟ لقمه نان خشک در آب بزن بخور، اما سالم زندگی کن، سالم بمان. ارزش داره که مریضی را، بلا و مصیبت را به جان بخری که تو 5 کیلو تریاک برداشت میکنی، نمیدونم اینقدر پولش میشه و ما فلان میکنیم. سبحان الله. اینا همه کارهای جاهلانه، اینا همه کارهای غیر عاقلانه. با هیچ فطرت سلیم این کار نمیخوانه دین که جای خود.